بله دوستای عزیز، قسمی که شما در جریان هستین که موضوع برنامه امروزی ما روی محیط زیست است و در کنار خود یک همشهری عزیز خود داریم که میخوان در رابطه با محیط زیست با ما معلومات ارائه کنن. دوست عزیز اگه در نخست از همه خودتون یک معرفی داشته باشه باشید عزیز ما. سلام عرض ادب، برام خداوند، نام خالد است. محبت تخلص میکنم ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب و محصل هستم در رشته زبان و ادبیات دری. خالد جان عزیز، موضوع برنامه امروزی ما روی محیط زیست است. اگر در رابطه با محیط زیست با ما معلومات بده که چگونه باید محیط زیست خود را نگهداری کنیم. نگهداری محیط زیست وظیفه هر شهروند، هر فرد بشر می باشه که در یک محیط، یک ماحول، یک منطقه یا ولسوالی زندگی میکنه داری کنیم. یک وظیفه وجدانی ایمانی ماست که باید محیط زیست ما را پاک نگه داریم. کثافات، آشغال، چیزایی که باعث آلودگی هوای محیط ما میشه اونا را باید چه کنیم محیط خود دور بسازیم. و در قسمی که به همشهریان ما معلوم است که شهروالی در هر استقامت شهر باشه یا ولسوالی مثلا یک سطل برای آشغالی یا چیزا گذاشته است. باید کثافات و چیزایی که در دست ما بعد از خوردن یک میوه یا چیز پوستش ببره ما در پیش ما میمونه، اون را وقتی که در روی سرک یا دست خط راه رو بندازیم اون را در آشغالی بندازیم. این باعث میشه که محیط ما پاک باشه. بله خالد جان عزیز، قسمی که شما دلا بالای حرفایتان گفتین که وظیفه هر فرد در یک جامعه پاک نگه داشتن امو جامعه و اجتماع و محیط زیست خودشان میشه. اگر در رابطه با محیط زیست معلومات بده که کدام عوامل باعث بهتر شدن محیط زیست ما میشود؟ از عواملی که باعث بهتر شدن محیط زیست میشه بهترینی است که ما وقتی که در فصل بهار قرار میگیریم غرس نهال است، نهال مثمر و غیر مثمر. هر اندازه که دست ما یک از توان ما است به اندازه یک درخت، دو درخت یا بیشتر از اون میتونیم ما در چی توان داریم باید یک نهال، یک چیزی، یک ثمر غرس کنیم. چون که این وقتی که از محیط یک وقتی که در محیط سبز شود و از این که یک پرنده استفاده کنن، خودم و یک درخت تقریبا که چند نفر اکسیژن برای چند نفر تولید میکنه. وقتی که یک درخت ما شما غرس کنیم فکر کنید چندین نفر از ما اکسیژن تولید میکنن. چی پرنده ها کن دیگر موجودات الله که از استفاده میکنه. و این که در حدیث هم ثابت شده که وقتی که نفر در جمله صدقه جاریه میره، نظر به حدیث در جمله صدقه جاریه میره و در جمله صدقه جاریه است که یک درخت ما غرس میکنیم از پرندگان دیگه، جانوران، انسان ها، حیوانات، هر چیزی که استفاده میکنه و از طریق استفاده اونو به ما نفع و ثوابش میرسه. بله خالد جان عزیز، قسمی که شما معلومات دادین گفتین که ما باید درخت‌های را غرس کنیم به منظور پاکسازی آب و هوای محیطی که در زندگی میکنیم. بله خالد جان عزیز، اگر در رابطه با آلودگی هوا محیط کدام عوامل باعث میشه که محیط ما آلوده و مخرب شود؟ با طور عموم عوامل آلودگی محیط زیست که هستن اینمی کارخانجات هستن که تو از وقت تولید میشه، کارخانجات گازخانه تو امثال اینها. و دیگه خود ما میتونیم یک عامل عادیش کی هست انداختن کثافات در روی جاده، در روی سرک، در محیط ماحول ما هست. چون وقتی که ما چیز سودا یا مثلا یک اجناس از بازار میخریم، وقتی که اجناس استفاده کنیم پلاستیک یا خریدایی که به ما میدادن او را مندازیم در روی سرک، در روی چیز مندازیم، محیط مندازیم، اونم باعث آلودگی هوا میشه، باعث آلودگی محیط ما میشه و بهتر است که از این کارا جلوگیری شود. خالد جان عزیز، قسمی که شما در بالای حرفاتون گفتین که بعضی افراد را ما در جامعه مشاهده میکنیم که کثافات را به جای اینکه در جای کثافت دونی بندازه یا هم در سطل زباله بندازه در روی جاده ها بر روی سرک ها بندازه که باعث تخریب محیط زیست ما میشه. بله خالد جان عزیز، اگر در رابطه با امی عوامل مخربی که مثلا امی دوستای ما، همشهریای عزیز ما، بعضی افرادی که هستن در جامعه ما مشاهده میکنیم که امی کثافت در کثافت دانی نمیندازه و باعث آلودگی آب و هوا و محیط زیست ما میشه. امی تاثیرات مخرب آلودگی هوا، امی محیط زیست که آلوده باشه بر صحت و سلامت یک انسان چی تاثیرات مخربی رو داره؟ وقتی که یک شخص یا یک فرد از اجتماع یا از جامعه وقتی که در مراعات نظافت در محیط زیست خود متوجه نباشه، توجه نکنه، اضرارش و ضررش به خودش هست. چون باعث عوامل بروز امراض مختلف میشه، مثل اسهال، پیچش، مثلا دیگه از زکام، امثال اینها، مثلا چیز امراض تنفسی
خیلی امراضی هستن که باعث از با وجود آمدن از انداختن کثافات در جاده یا مثلا در محیط یا ماحول زندگی میکنن اونجا باعث این بروز میشه و بهتر از که از جلوگیری شه و چنین کار نکنه. توصیه ما به می اشخاص و به افراد همی هست که لطفاً با از آلوده شدن محیط جلوگیری کنین. اما از اجناس از جنسی که شما خریداری کنین یا کثافاتی که شما میخواین چیز در روی سرک بندازید اما را لطف نه در روی سرک ننداخته یا در روی جاده ننداخته اما را بندازین در روی کثافاتی که اونجا از طریق شهرولی گذاشته شده. این باعث میشه که او وقت در وقت پاک شوه و در جای گوشه‌تر انتقال داده شوه و باعث صحت و سلامتی تمام بشر میشه. چون اگر یک نفر مریض یا یک نفر مثلا یک زکام بگیره از او میتونه به فامیل انتقال کنه، باعث اختلاط جامعه میشه، باعث بدبختی و خرابی جامعه میشه و بهتر است که مراعات شوه. دیگه همین بهترین کارش اینمی است که نمی کثافات در جاده در ماحول خود نندازیم. اگر ما مثلا یک کثافاتی که در منطقه قشلاق زندگی میکنیم یا کثافاتی که از خانه چیز بیرون انداخته میشه اونا را بگیریم بعد در جای گوشه‌تر زیر خاک دفنش کنیم یا اونا را دیگه قسم کنیم که اضرارش به دیگه افراد جامعه و دیگه اشخاص که در محیط ماحول ما زندگی میکنن نرسه. بله خاله جان عزیز بسیار دقیق فرمودین. گفتین که ما باید کثافات و همین مواد طفولی خود بعد از استفاده یک مواد همین متبقی مواد که قابل استفاده نیست باید ایره در جاهای که شارواله ساخته است مثلا همین سطلای زباله گذاشته و جاهایی که به خاطر کثافت دنیایی ساخته شده که به خاطر همین مواد طفولی در وجه انداخته شده. بله خاله جان عزیز در جامعه و محیطی که ما زیست داریم چگونه باید رفتار داشته باشیم که تا یک جامعه ایدئال داشته باشیم؟ جامعه ایدئال در لابلایی که ما چه قسم رفتار داشته باشیم، چه رقم یک جامعه پیشرفته مترقی داشته باشیم. در رابطه گفتنی ها بسیار است. خب ما هم قدر اشاره میکنیم رفتار ما در محیط و جامعه ما باید قسمی باشه که باعث آزار و اذیت دیگر اشخاص و محیط و ماحول ما نگرده. بهترین انسان کسی است که ضررش و افراد محیط و ماحولش نرسه، و اشخاصی که دور و برش هستن، دوستان، رفیقان، فامیل یا پدر و مادر، از ضررش به اونا نرسه. وقتی میتونیم یک جامعه ایدال داشته باشیم که بیشتر در ترقی به علم و آموزش چی کنیم بپیوستیم و بیشترین هدف ما همین تلاش باشه به خاطر آبادی وطن ما و درس بیشتر بخوانیم، مطالعه بیشتر داشته باشیم، رفتار ما با مردم با گونه نیک باشه، اخلاق نیک داشته باشیم با مردم و با برادر یا فرزند یا هر اشخاصی که در محیط و ماحول فامیل و خانواده ما زندگی میکنن با ما توصیه ما بین با حضور همی باشه که کوشش کنیم بالاش درس بخوانیم و توصیهش کنیم، تشویقش کنیم با درس و تعلیم تا باشد که افغانستان آباد و آرام و مترقی داشته باشه. مسئولیت یک فرد در جامعه و محیطی که در آن زندگی میکنه چی است؟ مسئولیت کلی برای یک فرد یک جامعه مراعات قوانین و مقررات اسلامی است در جامعه، چون اسلام در بسیار با نظافت و پاکی تاکید کرده در چندین جای و باید یک فرد یک شخص مکلف است که در نظافت، در رفتار با افراد جامعه و در برخورد با آنها، در معاملات با آنها رفتار نیکو از عدالت، صداقت و بردباری کار بگیره. و پیام با هموطنان عزیز ما می است که بیایید دست به دست هم داده اطفال خود را، برادر ما را با درس و تعلیم تشویق نموده که باعث پیشرفت وطن ما شود. تشکر شما. تشکر خاله جان که بسیار صحبت‌های عالی را داشتین و امیدوار هستیم که همچون جوانای فعال مثل شما در جامعه بیشتر داشته باشیم. جوانان مثل شما باعث ترقی و پیشرفت جامعه میشه که همچون شما هستین که تا جامعه ما یک جامعه ایدئال میشه و به جامعه ما با پیشرفت و ترقی سوق میشه. تشکر از اینکه با ما مصاحبه داشتین، صحبت‌های عالی رو از شما داشتیم. امیدوار هستیم که در تمام عرصه زندگیتون موفق و کامگار باشین. سلامت باشین.